أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال ششم از کتاب عقیده برای طفل مسلمان. کم ارکان الاسلام و ما هی؟ چند است رکنهای اسلام و کدام ها است؟ یعنی اسلام چند رکن دارد، چند ستون دارد و همان رکنهایش کدام ها هستند؟ للاسلام خمسة ارکان. اسلام 5 رکن دارد. هی آنها کدام ها هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقام الصلاة، ایتاء الزکاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. یعنی شهادتی دادن بر اینکه نیست معبود بجز الله و شهادتی دادن بر اینکه محمد رسول الله است. یعنی گواهی دادن، شاهدی دادن بر اینکه یگان معبود لایق عبادت نیست مگر الله تعالی. یعنی فقط الله تعالی لایق عبادت و پرستش است. بغیر الله دیگر یگان معبود لایق عبادت و پرستش نیست. و شهادتی دادن، گواهی دادن بر اینکه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است، یعنی فرستاده الله است. دوم، برپا داشتن نماز. سوم، دادن زکات. یعنی برپا داشتن 5 وقت نماز را در وقتش با رکنهایش، با رکوع و سجده و فرضها و سنتهایش به جا آوردن و دادن زکات مال هنگامی که انسان صاحب زکات شود. چهارم، روزه گرفتن ماه شریف رمضان. یعنی ماه رمضان که در هر سال یک بار می آید و یک ماه است روزه گرفتن. و پنجم، حج کعبة الله، یعنی حج رفتن از برای شخصی که استطاعت و قدرت مالی را دارد برای رفتن. الله مهربان فرزندان ما و شما را در راه راست خودش هدایت فرماید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني